خب من همه چیز رو به حالت اولیه برگردوندم. این لول ها 1R 2R 3R فقط تیک words فعال هستش و کار خاصی در حال حاضر نکردیم، مثل همون اول کار. تا اینجا ما ادوانس رو گفتیم خدمتتون که چه کارهایی میشه باهاش کرد. میشه چند تا کلمه رو با هم سرچ کرد، میشه یک فایل کلمه رو بارگذاری کرد و سرچ کرد، میشه یک افقی به نرم افزار داد و گفت حالا این کلماتی که حالا به اون شکلی که توضیح دادم قبلا. در مورد این سرچ ترم ها words گفتیم، اگه words تنها باشه چه شرایطیه، words و case با هم باشن چه شرایطیه، case تنها باشه چه شرایطیه. اینها رو همه رو گفتیم. میریم سراغ این گزینه سومی که اینجا وجود داره، regx، و قابلیت این گزینه که بسیار گزینه جالبی هست. خب من تیکش رو میزنم. وقتی تیک regx رو میزنم میبینم که این دوتا عبارت غیر فعال میشن. خب در حالت عادی وقتی خب من سرچ میکردم مثلا واک، دیدیم که یک لیستی به من میده شامل کلمات جملات یا اون وقوعهایی از واک که در متن هست، از با یه بازه‌ای که من خودم طولش رو اینجا دامنش رو ببخشید اینجا تعیین میکنم. اما خب گاهن من نیاز دارم که میخوام یه کلماتی رو سرچ کنم که با یه حروف خاصی شروع بشن، یه حروف خاصی وسطش باشه، با یه حروف خاصی هم به پایان برسه. خب این گزینه در واقع یک نوع به قول استاد برنامه نویسی هستش. ما میام یه سری دستور در قالب یک سرچ ترم به این نرم افزار میدیم، میگرده برای ما پیدا میکنه. خب مثالی که خود استاد زدن، جی آر رو نوشتم، کروشه یا حالا قلاب باز، ای ای و کروشه بسته ای، ببخشید وای. این یعنی چی؟ یعنی کلماتی که یا حالا خوشه هایی که هر چیزی حالا اسمش رو میذاریم نمیدونم با جی آر شروع میشن، بعدش ای یا ای دارن و نهایتا به وای ختم میشن رو به ما نشون بده. خب من این رو نوشتم و استارت رو میزنم، میبینم که 10 تا هیت به من داد، گری 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 و اینها رو به من نشون داد. اگر هم بخوام اینها رو الفبایی مرتب کنم چه کار میکنم؟ میام لول یکم رو 0 میکنم و سورت میکنم، میبینم که به صورت الفبایی مرتب شدن. گری ها اومدن اول و گری ها اومدن انتها. دوباره این رو 1R میکنم. یک حالا هر چیزی ما دلمون بخواد میتونیم اینجا بنویسیم. مثلا من EX رو مینویسم، کروشه باز، مثلا TA و منتهی به E بشه. خب این رو من نوشتم و الان سرچ میکنم. خب میبینم 41 تا هیت به من میده. extensions extern در این کلمات که برای من آورده این عبارت وجود داره، این عبارتی که سرچ کردم وجود داره. اگر هم بخوام مجددا الفبایی مرتب بشن لول 1 رو 0 میکنم. ببخشید سورت رو میزنیم نه استارت رو، من اشتباه زدم. البته استارت رو هم بزنیم عمل میکنه ولی مدت بیشتری طول میکشه نسبت به سورت سریعتر انجام میده، چون استارت رو بزنیم یک بار مجددا دوباره از نو پردازش میکنه. خب میبینیم برای من کلمات رو الفبایی مرتب کرد. این هم از تب رگ اکس که میاد به این صورت به ما نشون میده اون چیزی رو که میخوایم، انتها و ابتدایی رو و میانه ای رو که میخوایم به نرم افزار میدیم و اون به ما نشون میده اون وقوع ها رو. خب میام رگکس رو هم گفتیم برمیدارم، رو هم پاک میکنم، این رو هم دوباره به 1R تبدیل میکنم
میریم سراغ این گلوبال سیتینگ و قسمت این گزینه آخر وایلد کارتس یا کارت های وحشی. در واقع این وایلد کارت ها یک میانبرهایی هستند در واقع برای انجام دادن یک سری سرچ ها و جستجوهای خاص و سرعت بخشیدن به کار ما. اولین گزینه ستاره هستش که zero or more characters. خب این زیرو، خب پس اولی ستاره است، یعنی zero or one more characters یعنی چی؟ یعنی بیاد به اون کلمه ای که سرچ میکنیم یک کرکتر یا بیشتر اضافه کنه. به چه صورت؟ خب میایم الان اینجا نشون میدیم. خب من میام واک رو مینویسم، یک ستاره میذارم بعدش و استارت رو میزنم. خب میبینم این بار واکس رو به من میده، واکر رو میده، واکینگ رو میده و در واقع یک یا صفر تا یا هر چند تا کرکتر بیشتری که به واک چسبیده باشن رو میاد به من نشون میده. همون صورت‌های اشتقاقی و تصریفی و این حرفا رو میاد به من نشون میده. البته صورت‌های تصریفی رو در صورتی که فعل مثلا با قاعده باشه، مثل اینجا که واکت رو داریم میاد به من نشون میده. اگه فعل بی قاعده باشه خب قاعدتاً نمیتونه به من نشونش بده. خب میخوایم اینا رو به صورت الفبایی مرتب کنیم. دوباره لول 1 رو 0 میکنیم، سورت رو باید میزدیم، من دوباره استارت رو زدم اشتباهی. واک ها اومد اول، بعدش واکت و تا واک ویز رو به من نشون میده. این رو همین 0 میذارم که همش الفبایی برای من مرتب کنه. گاهن میخوام ببینم زیرو or one more character قبل از واک رو به من نشون بده، یعنی آنچه که قبل از واک اومده و به واک چسبیده. پس یک ستاره قبلش میذارم و استارت رو میزنم. خب میبینم 18 تا کراس واک، ساید واک، ساید واک و خود واک رو هم قاعدتاً به من نشون میده، چون زیرو or one more زیرو اور مور کرکتر رو میاد به من نشون میده. به همین ترتیب گاهن میخوام ببینم هم تمام صورتهای واک رو، یعنی تمام اون کلماتی که واک درشون اومده رو میاد به من نشون بده. یه ستاره میذارم قبلش، یه ستاره میذارم بعدش و استارت رو میزنم، میبینم 52 تا به من نشون میده. اینجا هم خود واک رو به من نشون میده، هم واک رو در صورتی که چیزی به قبلش چسبیده باشه، هم در صورتی که چیزی به بعدش چسبیده باشه. مثلا اینجا ساید واکس رو داریم، هم اس به بعدش چسبیده، هم ساید به قبلش چسبیده و این هم از ستاره در این سرچ ها. خب دوباره وارد گلوبال سیتینگ میشیم. این وایلد کارتس میانبرها اگه به اضافه بذاریم چی میشه؟ 0 or 1 character فقط، یعنی این واک و واک رو اگه دوباره سرچ کنیم فقط یک کرکتر، یک حرف بهش اضافه میکنه. خب من اینو پاک میکنم، این بار واک رو مینویسم و به جای ستاره به اضافه میذارم، یعنی فقط تا یک کرکتر بعدش رو به من نشون میده. استارت رو میزنم، میبینیم خب این بار 17 تا هیت به ما داد و واک خودش هست و با واکس فقط اس بهش اضافه شده. اگه به اضافه رو قبلش بذارم میگم فقط یک کرکتر به قبلش اضافه کن یا هیچی اضافه نکن. میبینیم خب هیتی نداریم که اصلا هیچ یک کرکتر به قبل واک اضافه شده باشه. خب این هم از به اضافه. میریم دوباره داخل گلوبال سیتینگ. بعدی علامت سوال هستش. any one character
این یعنی چی؟ یعنی دیگه زیرو رو نداریم، یعنی خود اون شکل کلمه رو دیگه سرچ نکنیم. این زیرو که داشت یعنی خود کلمه رو هم برای ما توی جستجوها نشون بده. ولی خب علامت سوال میگه نه، دیگه این رو برای من در نظر نگیر. خب میریم دوباره واک رو سرچ میکنیم و علامت سوال میذاریم، استارت میزنیم، میبینیم که واکس رو به ما نشون میده. در واقع دیگه خود واک رو نشون نمیده. any one character، یعنی فقط یک کرکتر بعدش رو به ما نشون میده، دیگه خود ریشه رو به ما دیگه نشون نمیده. خب دوباره وارد global setting میشیم. گزینه بعدی assign هستش. 0 or 1 word یعنی میاد خود کلمه رو با یک کلمه بعدش رو به ما نشون میده. در واقع همون کاری رو میکنه که این کویک سورت ها، لول بندی ها برای ما نشون میدن. خب حالا اپلای میزنیم و واک رو با ادساین سرچ میکنیم. بله میبینیم 14 تا هیت به ما میده و واک اینجا هستش و یک کلمه بعدش رو به ما نشون میده و ما میتونیم این کلمه بعدش رو هم توی متن سرچ کنیم، یعنی این قابلیت رو به ما میده، این کلمه بعدیش رو هم توی متن به ما نشون میده. خب دوباره وارد گلوبال سیتینگ میشیم. آپشن بعدی این هشتگ هستش یا همون مربع. any one word یعنی این بار دیگه خود کلمه رو به ما نشون ببخشید بله یعنی این بار خود کلمه رو به ما نشون نده. خب این رو میبندیم و هشتگ میزنیم، استارت میزنیم، ببخشید کنکوردنس، هشتگ استارت. ببخشید نه، این خود کلمه و مربع به این صورت هستش any one word یعنی خود کلمه رو به تنهایی حالا به ما نشون نده و فقط در صورتی یک کلمه بعدش اومده به ما نشون بده، که این هم به این شکل وقتی استارت میزنیم در واقع خیلی حالا الان ملموس نیست تفاوتش با گزینه قبلی که همون ادساین بودش. حالا شاید در کورپس خاصی تفاوتش ملموس تر باشه. یک آپشن دیگه ای که داریم اضافه کردن این خط هستش که در واقع به ما اجازه میده که چند تا کلمه رو پشت سر هم سرچ کنیم. در واقع همون من این رو حالا توی کیبورد نیست، کپی پیست میکنم، انتخابش میکردم، کنترل و سی رو میزنم. خب الان این انتخاب شد. قبلا می اومدیم توی ادوانس، اینجا توی این قسمت این تیک رو فعال میکردیم، بعدش اضافه میکردیم، اپلای رو میزدیم. خب این خیلی طول میکشید، گاهن سریع ما نیاز داریم هم بگیم واک رو سرچ کن. خب کنترل سی اونجا کپیش کردم، این بار کنترل و وی خطه میاد. گو رو هم برام سرچ کن، دوباره کنترل و وی. مثلا ورک رو هم سرچ کن، دوباره کنترل وی، هر چند تا دلم بخواد. 5 رو هم سرچ کن و استارت رو میزنم و پا میشه این کلمات رو همه رو برای من سرچ میکنه. گو، واک، ورک و چون لول 1 هم 0 هستش قاعدتا به صورت الفبایی چیده شدن. دوباره وارد گلوبال ستینگ میشم و گزینه آخری که اینجا وجود داره این نشانه اند هستش. این نشانه اند جلوش نوشته نان ورد یعنی چی؟ یعنی بیا اون نشانه ها رو، چیزایی رو که کلمه نیستن رو به من نشون بده قبل یا بعد از
سرچ ترم من، حالا هرچی بستگی داره کجا بذاریم این نشانی اند رو. من میخوام ببینم بعد از این کلمه من توی متن چه نشانه هایی اومده. خب واک رو می‌نویسم، این نشانی اند رو میزنم، استارت رو میزنم، میبینم که خب اینجا 2 تا هیت به من داد. اینجا اولی بعدش اگه دقت کنید کاما اومده، بعد این یکی واک یک نقطه اومده با چند تا نقطه. حالا مثلا میتونم یک کلمه دیگه، یک مثلا این بار قبلش رو میخوام ببینم و مثلا آی رو می‌نویسم. حالا فرقی نداره بزرگ یا کوچیک چون کیسش فعال نیست. آی رو می‌نویسم و استارت رو میزنم، میبینم خب قبل از آی کاما اومده، حالا هر چی اومده میاره به من نشون میده توی متن که وجود داره. این هم از درس این جلسه. نمیدونم من چیز رو از قلم انداخته باشم یا نه. اگر چیزی از قلم افتاده بود شما هم یادآوری کنید که همه با هم بهره ببریم. موفق و مؤید باشید.